این هفته خبر تو خبر داره براتون از امام جمعه های هراسون عظما که حسابی به دست و پا افتادن و پیشاپیش از نتیجه نمایش انتخابات عظما مینالن. عزیزان بزرگواران، بدانید دشمن تمام سعیش اینه که ملت ما کمتر بیان پای صندوق‌های رای، هم دشمن خارجی و هم دشمن داخلی. حرفایی در میارن، میخوان دلسرد بکنن مردمو. عظما هم برای اینکه این دلسردی رو تبدیل به دلگرمی کنه مسخره بازاری رو انداخته که نگو و نپرس. از ماشین سواری رئیسی بگیر، تا این نمایش‌های حال به هم زن. والا من که رأی نمیدم. تو رأی میدی؟ باور کن رأی نمیدم. باور کن تو رأی میدی. من اصلا جمعه پای صندوق نمیرم که رأی بدم. میدونم جمعه پای صندوق نمیری ولی تو رأی میدی. چجوری میشه که پای صندوق نمیرم ولی رأی میدم؟ همین که پای صندوق نمیری یعنی داری رأی میدی. دیوونم کردی دیگه، بگو یعنی چی؟ تو رأی میدی با قاتلین سردار سلیمانی و محسن حجاجی، به گروه منافقینی که 12,000 از مردم و زن و بچه بیگناه ما رو به خاک و خون کشیدن و شهید کردن. تو داری رأی میدی. خوبم. بعد از اینکه عظما شیخ فری رو قیچی کرد و به نمایش انتخاباتش راه نداد، بسیجی‌ها دست به کار شدن و اینطوری به تابوت شیخ فری میخ کوبیدن. که ببینید کار به کجا کشیده که برای رد صلاحیت شخصی معلوم الحال باید تبریک بگوییم. شخصی که بارها در تقابل با نایب الامام شمشیر رو از رو کشید، شخصی که با بغض و تعصبی نفرت آلود از سند ننگین بیستی دفاع کرد، شخصی که در طول جنگ با داعش حتی یک بار نه تنها به بچه‌های مدافع حرم و شهدای مدافع حرم سر نزد، بلکه مهر سکوت به لب زد و خاموش و مرموز ماند. شخصی که بیش از 1,000,000 شکایت ثبت شده مردمی داره، شخصی که کت خداش قاتل سردار سلیمانی شد، شخصی که به خاطر عملکرد خائنانش به فرمایش رهبر عزیز دید دهه عقب. از اون طرف مهره های باند مغلوب هم صداشون در اومد و عظما رو توی باطلاق بدبختیاش اینطوری تصویر کردن. عظما میخواست با نمایش انتخابات نظامش رو سیمانکاری و صاف و صوف کنه، اما این بلا سرش اومده. یکی اینو بگیره آقا 50 تا برم. آقا شاباش داماد یادت ننه ها. شاباش زیر 18. این یکی هم نه میذاره نه بر میداره، اینطوری زیر پای عظما رو خالی میکنه. تو بستر زمانی 1 الی 1.5 سال آینده، بیشترم نه، جامعه دیگه تحمل نداره. همطور که زمینه داره فرونشست میکنه و فاقد سکونت میشه، کل جامعه هم فرونشست اجتماعی، تعبیر کردن فروپاشی اجتماعی. وضعیت کرسی ولایت یه چیزی تو این مایه هاست. دست و پا زدن‌های عظما برای نمایش انتخاباتش به جایی نمیرسه. مردم ایران خیلی وقتی که حرفشونو زدن. جمهوری اسلامی رأی ندید. آقا هر کی رأی بده انگشتشو زده تو خونه اون شهر که کشتن کف خیابون. الان دارن خواهر بچه خواهر یه لحظه اجازه بدید یه دقیقه نشه. الان دارن خواهر خودتو بچه خواهر خودتو، یعنی یه دختر 15 16 17 ساله رو مأمور میزنه میبره کف همین خیابون. آقا به جمهوری اسلامی رأی ندید. رئیسی مشنگ که بدجوری از شرشر بسیجی‌ها ترسیده مدام دنبال بتونه کاری نظامه. رهبری فرمودند ما تا قله راهی نداریم، به قله نزدیکیم. 1 خستگی ممنوع و 2 ناامیدی ممنوع. اما این حرفا فایده‌ای نداره. مهره‌های نظام هر تریبونی گیر میارن شروع میکنن به غر زدن و ناله کردن.
سال 58 رفتی سفارت آمریکا رو گرفتی، چرا نرفتی سفارت روسیه رو بگیری؟ آقا روسیه که بیشتر به ما ظلم کرده بود، چرا نرفتی؟ باید جواب بدی. آقای نظام حقوقی، نه توسعه، نه توسعه رو دو کنار. شما اساساً آیا تضمین‌هایی داری که شهروندان تو زندگی عادی رو داشته باشن؟ یا چرا باید 5000 تا خانواده‌های جمهوری اسلامی مدیران عالی رتبه‌اش که اطلاعات محرمانه رو دارن 4-5 هزار نفر از فرزندانشون چرا باید تو امریکا باشن، تو اروپا باشن، تو روسیه؟ 20 جلسه کار می‌کردیم که روی اقتصاد کتاب بنویسیم، اقتصاد اسلامی، که من بعدها استان که نمیشه، اصلا ما نمیتونیم اقتصاد اسلامی رو تئوریزه کنیم، اصلا شدن بابا خروجی نداره ولایت الله، در این قضیه نداره. آخوندا هم تو این وضعیت یا کتک میخورن یا فوش. نگاه میکنی کانال ایتاه، طرف به اسم بسیجی داره به رئیسی فوش میده، طرف مدیر جمهوری اسلامی داره دریوری میگه. خداییش شما نمیتونید 4 تا موفقیتتون رو تو شبکه اجتماعی بگید مردم امیدوار کنید؟ میتونیم، نمیگیم. چرا؟ چون اگر دفاع کنیم از رئیسی بهمون فوش میدن، آبرو باید خرج نظام کنیم. همینه جواد تبیین دیگه. مثلا جواد تبیین همینه، یعنی آبرو تو امروز یک موقع جوونا خون دادن بر نظام، امروز فوش بخور بر نظام. شو فکر کنید مثلا برای من سلام صلوات دوز فوش، اصلا به ما هم که زنگ میزنن فقط فوش نمیدن. من بابا گفت تو خوشحالی جواد تبیین کنی، فقط به من دارن فوش میدن. گفتم بابا ثوابش میبری. این یکی هم وضعیت زار و نزار خودشو اینطوری بربلا میکنه. داشتم میرفتم دیدم که یه خانومی میگه دخترم عزیزم آقا رو ببین. گفتم قال ما مثلا واعظ شهری میگه میشناسم. برگشتم دیدم یه خانومی یه سگ از این سگ کوچولو بغلش منو داره به سگش معرفی میکنه. این سگم ظاهرا تا حالا آخون ندیده بود اینجوری میمونه. ما هم یه عرض ادبی خدمت سگ کردیم. بی خود نیست که آخوندا از سایه خودشون هم میترسن. این روزا اینطوری تو خیابون راه میرن. فرماندار برکنار شده فریدون کنارم بلافاصله یه جا برای خودش توی مشنگستان رزرو کرد و اینطوری برای امام جمعه و سرکرده سپاه فریدون کنار آبغوره گرفت و پاچه خاری کرد. امروز گوشه از قلبمون جا میگذارم در فریدون کنار برای امام جمعه دانشمند و فرزانه شهرمون جناب آقای دکتر تقی‌پور و همه همکارانشون در مصلا و دفتر ایشون. امروز گوشه از قلبمون به جا میذارم برای جناب صحنی برمن، برادر عزیزم، فرمانده تیزهوش سپاه، همه سبزپوشان. حالا که تا اینجا اومدیم یه نگاهی هم به کلیپ آموزشی اختلاس به زبان ساده بندازیم. البته این قضیه شیوه های دیگه‌ای هم داره. یه نمونهش اینه. این پولو میبینید یک از مشتریمون بهمون داده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. خیلی بیشتر از این حرفا بوده. حالا به اینجا دقت کنید. اینو ببینید نصف است. خیلی از پولا نصفه بوده. قشنگ با چسب گرفته اینا رو چسبونده که از جاش در نیاد. واقعا یعنی شانس آوردیم توی کاره ای نشد. ببینید بیشتر پولا چسبیده و نصفه است. پول که میگیرید حتما دقیق بشمارید با دقت.